رسیدیم به سوالی که خیلی از بچه‌ها درگیرشن. مهندس جان، تو بحث طراحی و نرم افزارش میدونم شما کارهای خوبی انجام دادید، ولی اگه بخوام از اول شروع کنیم، بیشتر بچه‌ها تو کدوم قسمت مشکل دارن تو تراش؟ توی تراش معمولاً به یه سری مشکلاتی که گفتم خدمتتون مجبورن اگر خواستن تراششون رو تغییر بدن، مدل‌های جدیدی بخوان ایجاد کنن، مجبورن برگردن توی نرم افزار طراحیشون. ما توی اون نرم افزاری که خودمون نوشتن، بچه‌ها دوستان نوشتن و داریم توی دستگاهمون نصب می‌کنیم، یه سری از اون پارامترها، آیکونایی که توی نرم افزارهای طراحی مثل اتوکد، آرکم و هر نرم افزاری که کلا خروجی DXF بگیره، یه سری آیکوناشو ما آوردیم تو خود برنامه. اصلا نیازی نیست که برگردن و توی نرم افزار طراحیشون بخوان تغییر ایجاد کنن. به لطف خب دوستان این مشکل حل شده. من میدونم شما یه تیم خیلی قوی دارید، تیم آرندی، تیم دانش بنیانی که هستن مهندسین عزیز. خب چجوری حلش کردید این مشکل رو؟ با برنامه نوشتیم دیگه. اینا برنامه از صفر خودمون یه برنامه نوشتیم، بله، که همه نرم افزارهای طراحی ساپورت میکنه خوشبختانه. فقط کافیه که اونا طراحیشون رو توی محیط حالا دو بعدی، توی علنگوهای تخت و دامله و سه‌گوش، و توی محیط سه بعدی برای علنگوها و کلا هر قطعه‌ای که ریختگری بشه، اینو دستشون رو باز کردیم، دست کاربر رو باز کردیم که بتونن هر جایی که خواستن، رو هر شیبی، رو هر شیبای مثبت، منفی، چه میدونم قوسای محدب، مقعر، هر جایی که بخوان تراش بزنن، میتونن با استفاده از این برنامه‌هایی که توی دستگاه‌های ما هست تراششون رو ایجاد کنن. من اینجوری متوجه شدم که شما بر حسب نیاز و مشکلاتی که دیدید تو بازار هست، یک برنامه خودتون نوشتید، بله، که بتونه همه اینا رو مشکلات رو ساپورت بکنه و مشکل بچه‌ها رفع کنه. خیلی عالی. سوال بعدی که دیگه دوستان پرسیده بود، علت افزایش قیمت شدید دستگاه تراش یا اصلا کل ابزارهایی که ما تو صنعتمون داریم استفاده می‌کنیم، حالا چرخ نورد، پرس، دستگاه ریختگری، ذوب‌های القایی یا هر دستگاه دیگه، این افزایش قیمتش به خاطر چی بوده مهندس؟ خب خودتون به هر حال توی این رسته دارید فعالیت میکنید، میدونید بیشترین تاثیرش خب اختلافات سیاسیه که حالا دلار و قیمتشو برده بالا، ولی اونم باز یه راهکاری داره. راهکارش هم اینه که به جای اینکه ما بیایم یه دستگاه فول تهیه کنیم، یه دستگاهی تهیه کنیم، به خصوص حالا تراشای CNC این بیشتر به چشم میاد و بیشتر میتونیم ازش استفاده کنیم. به جای اینکه بیایم یه دستگاه فولی تهیه کنیم که میخوایم یه کارگاه رو اندازه کنیم و بخوایم یه هزینه هنگفتی بابت این کار بدیم، بیایم از دستگاه‌های تو مثلا بیس کار رو تهیه کنیم. ما یه سری دستگاه‌های خودمون داریم که بیس رو به اون کاربر یا به اون شرکت میفروشیم، بعد به مرور که بخواد ارتقا بده میتونیم براش ارتقا بدیم. همون دستگاه فوله میشه، یعنی بیسش رو خریداری میکنن، میبرن استفاده میکنن، هر جایی که هر ابزاری نیازشون شد ما روی همون دستگاه براشون نصب میکنیم که بتونن با کمترین هزینه بهترین کیفیت و بهترین دستگاه داشته باشن. همون شرکت‌های بزرگم خب ما تنوع تراشامون زیاده. ما از تراشای 10-12 محور حدوداً داریم تا بیاد اتوماتیک 2 محور. این وقتی تعداد دستگاه‌ها زیاد باشه، در آن واحد همشون دارن کار میکنن. درست. یعنی یه دستگاه فول در آن واحد یه علنگو میتراشه با یه ابزار، ولی وقتی خرد باشه دستگاه‌ها همشون دارن تراش میدن. پس اگه شما 10 تا دستگاه داشته باشید، داره 10 تا دستگاه روی 10 لنگ علنگو داره کار میکنه. به خاطر همین هم سرعت کارشون رو میبره بالاتر، همین که خب برای کارهایی که پرتیراژه بهتره. برای کسایی که میخوان مثلا یه مدل میزنن، اون مدل رو میخوان اصطلاحاً نونش رو بخورن دیگه، بله، اونو میتونن سریعتر برسونن به بازار، حالا تا برن تو مدل بعدی. مدل بعدیشون هم همینجور. چقدر نکته جالبی مهندس بهش اشاره کرد و من این اومد تو ذهنم که به جایی که من بیام یه دونه تریلی بخرم، بخوام همه کار، اگه حالا اشتباه میگم اصلاح کنید،
بیام یه دونه موتورسیکلت بخرم، یه دونه سواری بخرم، یه دونه وانت بخرم، میتونم همزمان اینا رو بفرستم جای مختلف کارا رو انجام بدن و تو هزینه هم خیلی تاثیر داره. عرض کردم ما از تراش دو محور اتوماتیک داریم، NC دو محور اتوماتیک داریم که هم دستی کار میکنه، یعنی کار تراش دستا میکنه، هم میتونی قطعش کنی از دو محورش به صورت اتوماتیک استفاده کنی که نقطه های مثلا بغل علنگو رو بزنی یا نمیدونم یه سری خطای بغل علنگو بزنی تا بیاد برسه به تراش 12 محوری که هم علنگوی تخت بزنه، هم دامله بزنه، هم سگوش بزنه، هم روی علنگوهای ریخته شده کار کنه. خب علنگوی ریخته شده برای خیلی شرکت‌ها اصلا مناسب نیست، نیازی ندارن، ولی مجبورن بیان هزینه کنن. میتونن این دستگاه‌ها رو بیسش رو تهیه کنن، از 3 محور از 4 محورش تهیه کنن، 3 هد رو تهیه کنن که هر 3 تا کار نقطه زمینه و ستاره رو میتونه انجام بده. حالا بعد که خواستن هی ارتقا بدن، تول چنج اضافه کنن، اسکنر اضافه کنن، برای علنگوهای ریخته نرم افزارشون رو عوض کنن، همه این کارا رو بعداً میتونیم رو دستگاهاشون اضافه کنیم. و این نکته هم بگم خدمتتون که ما توی دستگاهایی که خودمون داریم الان تولید میکنیم، تا زمانی که دستگاه توی اون مدت گارانتی هستش، ما هر نرم افزاری که خودمون بنویسیم و برنامه‌مون رو آپدیت کنیم برای اون دوستانی که توی این 1 سال اخیر دستگاه از ما خریدن و شامل گارانتی میشن، ما اونا رو هم برنامه‌هاشون رو بدون هیچ هزینه‌ای داریم آپدیت می‌کنیم. خیلی عالی، خیلی فوق‌العاده. و این دید شما رو نشون میده، دید قوی شما نشون میده که این تنوع رو بر اساس نیاز بازار انجام دادن و رفع مشکل کردیم. سوال بعدی، لنگی علنگوها و یا بالا یه جای دیگه هم میتونیم بگیم که وزن سبک علنگوها یه سری مشکلات ایجاد میکنه، این رو چجوری بچه‌ها میتونن حلش کنن؟ خب اینجا یکی اون بحث همون ناخالصیه که داخل طلا نباشه که طلا بتونه خوب فرم بگیره، زیر تراش لنگی نداشته باشه. شما میگید از شمشبار استفاده کنن؟ حالا به هر طریقی که خودشون توصیه شما برای دوستان چیه؟ ما خب 2-3 تا روش هست، همون شمشبار استفاده میکنن، علنگوهاشون رو اکسید میکنن که بتونن طلا رو به یک درجه‌ای برسونن که راحت بشینه روی اون قالب فرمشون. بله. اینجا خب به خاطر اینکه قیمت طلا هم بی تاثیر نبوده دیگه، وقتی طلا گرون شده معمولاً به فکر این میخوان بله کارا سبک شده، نازک شده. الان خیلی از شرکت‌ها واقعا دارن کارهای خیلی خیلی فوق سبک در میارن، علنگوی مثلا 1 سانت نمیدونم 4 گرمی اینجا خب بله دارن این کار انجام میدن. اینا میاد چه اتفاقی میفته؟ اینا میاد علنگو کلا تسمه لنگی پیدا میکنه تو بحث ساختشون، چه میدونم جاجوششون، حالا اگه اونا خوب کوبیده نشه هر اتفاقی دیگه، این به هر حال وقتی هر چه نازکتر بشه کار، این باعث بله سخت‌تر میشه روش کار کنی، لنگی پیدا میکنه. اینجا خب اسکنر به کمکشون میاد دیگه. الان روی دستگاه‌ها داره اسکنر نصب میشه که خب اسکنر هم 2 مدل، یه مدلاش هستش نوریه و لیزری اصطلاحاً میگن، و یه مدلش هم هستش که کار رو حس میکنه، حسگرای لمسی هستش که روی علنگو کار میکنه. من خودم پیشنهادم همون اسکنرهایی هستش که کار رو لمس میکنه، به خاطر اینکه نوریا مشکلات خودش رو داره، پودر باید پاشیده بشه بهش، نمیدونم نور نباید باشه، انعکاس نور روشون تاثیر فوق العاده ای میذاره، اصلا ممکنه دستگاه قاطی کنه وقتی نوری باشه، به خاطر یه عدد ممکنه یه جای دیگه اصلا به دستگاه بده. ولی اونی که کار رو حس میکنه خیلی بهتره و باعث میشه که خب لنگی کار رو بگیره و کیفیت تراششون رو ببره بالا، در عین اینکه اون خرابی علنگوهاشون رو میاره پایین. طرف 100 لنگ علنگوی مثلا 3 سانت جوش داده، حالا میاد 2 تاش سوراخ میشه، 10 تاش سوراخ میشه. اینجا اسکنر باعث میشه که این اتفاق نیفته. اسکنر باعث میشه که فقط تراش با کیفیت بخوره. خیلی عالی. خب بریم سر سوال بعدی. یکی از مشکلات که دیده شده و شما میدونستم که رفعش کردید تو بحث طراحی خیلی راحت بود
که اینم توضیحش رو دادید کامل. طراحی که خب بله عرض کردم خدمتتون نرم افزار فقط کار میکنه که ما خب به لطف دوستان مهندسینی که چون من میدونم خب از کشورهای دیگه میان ایران دستگاه تهیه میکنن، نورد باشه پرس باشه، یکی از دستگاهی که میخرن دستگاه تراش CNC و اونجا ما نمیدونیم چه اپراتوری داره باش کار میکنه، کم سواد، کوچیک، بزرگ، سن زیاده، خانوم، آقاست. این فکر کنم چون چیزی که من با مهندسینم صحبت کردم نرم افزاری باید باشه که همه مدل کاربری بتونن باهاش کار بکنن. بله. یعنی خیلی ساده باشه و حتی یک کسی با تخصص کمی که داره بتونه بیاد با این نرم افزار کار کنه و اون طراحی لازمه رو ایجاد کنه و اون نکات رو توش رعایت بکنه. اینا که توضیح هست. این یه نکته‌ای که بگم خدمتتون توی دستگاه‌های ما تولید می‌کنیم افراد مبتدی هم میتونن باش کار کنن، حرفه‌ای‌ها که دارن کار میکنن به هر حال خودشون طراحی میکنن. یه سری آیکونایی توی نرم افزار هست که افراد مبتدی هم میتونن باهاش کار کنن و به اون ایده‌ای که دارن برسن. شما فیلم چیزی دارید ازش تو صفحتون که بله توی پیج اینستاگراممون هستش، حتی تلفن خودم هست داخل پیجمون که حتی دوستان اگر مشاوره بخوان ما خودمون هم مشاوره بهشون میدیم. که من که اینو زیاد دیدم از شما مشاور رایگان میان خیلی دوستان و این به هر حال لطف و خدمت شماست، اختیار دارین، وظیفه است. ممنونم. خیلی عالی. خیلی خب دوستان که میرن تو صفحه مهندس میبینن هر سوالی دارن همونجا مطرح میکنن در رابطه با نرم افزارشون هم و کارش انجام میدم. یه نکته‌ای که من دیدم اینم بگم دوستان، صنایع دستی ما مهندس تو این زمینه فعالیتایی داشته، حالا یه توضیحات جامع به ما بدن. اینجا دو تا قطعه دارید می‌بینید، کوزه های مس، اینا مس جنسش یا برنج؟ نه دیگه اینا مس هستن که توی صنایع دستی استفاده میشن. خب ببینید این CNC قبل تراش دوستان، این بعد تراش خیلی گلبته و مرغ مینا و خیلی تو همه صنف میتونه استفاده بشه. خب CNC هایی که داره استفاده میشه الان علاوه بر این که توی سیستم چوب صنایع سنگ استفاده میشه، خب چوب سنگ بله طلا خب اولی بود، ولی حالا تو صنایع دستی هم دارن میان از ما تهیه میکنن و توی قطعاتشون تراش میزنن با همین CNC. یعنی دقیقاً این تراشی که ما الان کار داریم، حالا دوبین بعدم میاد جلو من نزدیک میگیریم، این تراشایی که من دارم میبینم اینا همش با دستگاهی که با CNC بله اینا هم باز دوباره مثل علنگو طراحی میشه و خوبیش اینه که خب طرف باید بشینه اینا رو یکی یکی با دست ایجاد بکنه. این تراشا رو قبلا اینجوری بود، صنایع دستی اینجوری بود دیگه. ولی حالا دیگه میتونن با ماشین CNC این کارو بکنن. اصطلاحاً همین که میگن کار سنتی رو بیاریم توی تلفیقی از نوآوری و سنتی ها رو تبدیل کردیم به علمی و با اون CNC های تراش میتونیم روش کار کنیم. شاید اصلا خیلی قشنگ‌تر بشه. هزینه‌اش میاد پایین برای تولید کننده، یک دستن همشون یک نواخت تراش میخورن با دست. خب به هر حال اون لرزش، اون نوع قلم اینا، ولی الان با CNC وقتی میخورن همه قطعات مثل همون علنگو همشون از یه طرحی. خیلی عالی، خیلی فوق العاده. حالا میام از نزدیکم میگیرین. دوستان عزیز پادکست خیلی خوبی بود، از مهندس خیلی تشکر میکنیم بابت زحمتی که کشیدن و خدا رو شکر الان با دکتر موسوی با خیلی دوستان دیگه دکتر عزیز پادکستایی داریم ضبط میکنیم برای دوستان که این علم، این تجربه، این فناوری به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کنه. خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که مفید بوده باشه و دوستان استفاده کنن. عزیزم دوستان عزیز با ما همراه باشید. یا علی خدا نگهدار. مهندس جان خیلی ممنون، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و خواهش می‌کنم. بریم